سلام و درود خدمت بینندگان این ویدیو که احتمالاً brother, how you do? خوش آمدین به اولین ویدیو کانال امیر WS. توی این ویدیو یعنی یه جوری اولین ویدیو خودمون رو میخوایم معرفی کنیم. اسم کانال رو که گفتم، خودم اسمم امیر حسینه، 14 سالمه. موضوع این کانال آزاده ولی بیشتر با شورت ویدیو میخواد شروع شه. این کانال شورت ویدیو باحال و بامزه. ممکنه ویدیوی لانگ هم داشته باشیم ولی خیلی خیلی کم با شورت ویدیو میخوایم شروع کنیم. آره ممکنه که نه 100% با ویدیو شورت شروع میکنیم نه لانگ. ویدیو شورت به نظرم هم دیدنشون کوتاه‌تره، هم ممکنه خیلی باحال‌تر و فانی‌تر باشن از ویدیوهای لانگ. یوتیوبری رو که من الان دارم شروع میکنم به چند تا دلیل دارم شروعش میکنم. یک، واقعا یوتیوبری رو دوست دارم. دو، حالا خودمونیم، معروفیتش، محبوب بودنش، فیم شدن باش و خیلی خیلی این نکته‌ای که الان میخوام به خاطرش رو باشم، این خیلی مهمه. پولش. بله پولش واقعا کم نیست ولی خب زیادم نیست، ولی پول خوبی میتونی در بیاری اگه واقعا ویدیوی با کیفیتی بخوای بذاری، ویدیوی با کیفیتی بخوای درست کنی. خیلی پول خوبی هم در میاری. پولم که قدیم بود خوشبختی نمی آورد، الان خوشبختی میاره. و الان هم که دارم اولین ویدیوی کانالمو میذارم، یه جورایی از صفر دارم شروع میکنم. یعنی تنها داشتم الان یه گوشی که خیلی کیفیتش خوبه. فکر نکنی یه وقت کیفیتش کمه، خیلی خوبه. 2 نور یا همون لامپ که یکیش چراغ مطالعه است که اون بالایی که حوصله بالا پوسته ندارم برام نشون بدم. یکیش هم این سلام نوکرتم، صفت بخیر. لامپ شارژیه که پایینه. هیچ نور دیگه این ندارم، نه نور بک دارم نه این رنگی ها دارم، هیچی ندارم. فقط این 2 نوره که کارو در میاره، بد نیست. میکروفون که نه، هدفونم که نه، صاف فاکس هم که نه، دوربین خوبم که نه هیچ کدوم نداریم. ولی با خیلی با حتی بدون اینا فقط با یه گوشی تونستن معروف بشن و به جای واقعا خوبی داخل یوتیوب فارسی برسن. برای مثال نیما تکیدو یکیشونه که واقعا فکر کنم با یه پوکو ایکس شروع کرد با ویدیو کوتاه گذاشتن که الان واقعا به یه سطح خیلی بالایی از یوتیوب فارسی رسیده که خودمونیم. منم الگوم همونه، واقعا نیما تکیدو رو دوست دارم، مثل خودش میخوام آروم جلو برم، با ویدیو شورت شروع کنم. و درسته شاید یکم طول بکشه تا بتونم به درآمد برسم، ولی افراد کمی نیستن که یهویی تونستن به درآمد برسن و معروف شن، مثل دبنیامین و کلا دوروبریاش. منظورم دوروبریاش دبنیامین، گوزنا، 3 تفنگدار و خیلی دیگه، خیلی افراد دیگه، یوتیوبرای دیگه. ولی نیما تکیدو واقعا از پایه شروع کرد تا به اینجا رسیده. اینم از موضوع کانال و معرفی خودم و کانال، چه ویدیو ممکنه باشه. و آره
نیومدی یارم سر قرار، دلم دوباره شد بیقرار، دلم تو تنگه. آها فهمیدم. اینکه چه روزایی میتونم ویدیو بذارم چه روزایی نمیتونم. شورت ویدیو که ممکنه در هفته چند تا باشه، چون واقعا درست کردن زیاد طولی نمیبره، ولی سناریو نویسیش خیلی طول میکشه که واقعا یه پروژه پاکیفیت باشه که شما بتونین ازش لذت ببرین. ویدیو لانگ خیلی کم، شاید 2 هفته یکی یا 2 تا 3 تا، چون خیلی خیلی کم پیش میاد که من خونه تنها باشم و بتونم ویدیو بگیرم. چون خونه تنها نباشم که عکسم نمیتونم بگیرم، چه برسه به ویدیو. تا اینجا هم که همه چیزو گفتم. آها، و اینکه برای ادامه کانال و ویدیویی که میخوام بذارم برنامه‌ام چیه؟ اینه که کم کم بتونم که با کیفیت تر کنم اتاقو، مثلا نور بک بذارم، یه نور خیلی طبیعی تر، نه مثل این 2 تا آشغال پرتشون میدم. ما رو دور ننداز. ما اینقدر به درد نخور نیستیم. اینکه یکم حالا شاید بتونم کیفیت رو بهتر کنم با نور و این چیزا. تجهیزات رو کی کنم، مثل میکروفون، مثلا یه هدفون خوب. هدفونم الان دارم ولی زیاد خوب نیست. شاید هم گیم پلی بذارم ولی برای موبایل. خیلی چیزا ممکنه. برای ویدیو شورت هم من که براتون سواله که چه نوع ویدیو داستانیه، پارتی 1 و 2 داشته باشه، مثل احسان و امیر که با هم ویدیو میگذارن، ما هم شاید همونطوری ویدیو بذارم. این ویدیو هیچ تایتل خاصی نداره، تنها تایتلش اینه که اولین ویدیو کانالم و معرفیم. دیدین نه خیلی شروع پر انرژی دارم، خیلی خدافزی پر انرژی هم ندارم. شروعم که این بود سلام و درود. خدافزیم هم که الان میخواد اتفاق بیفته که تقریبا همه چیزایی که نوشته بودم گفتم. اینه که همیشه شاد و خوشحال باشین. امیدوارم که با ویدیوی من در آینده، دیدن ویدیوی من در آینده، شادتر و خوشحالتر بشین. و اینکه چیزی که همه میخوان، لبتون خندون، جیبتون پرپول. خداحافظ.